دادگاه شهر دوشنبه رهبر شرکت اینوستلاتو و همراهانش را از 6 تا 22 سال زندانی کرد. متهمان به گفته خودشان بازی شفاف داشتند، اما به قول مقامات آنها به تشکیل قمارخانه و قلابی گناهکارند. در واکنش به حکم دادگاه بعضی از محکوم شده ها در تالار مرافعه اعتراض کردند و حکم را سنگین خواندند. وکیلان مدافع محکوم شده ها گفتند که از حکم راضی نیستند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه مراجعت خواهند کرد. ولی پیشنهاد کردیم، درخواست کردیم، تشخیص سودی طلب کردیم کامپیوتری. قانون نشد، خیلی ما ناراضگی ما اکنون سود عالی برمی‌رسیم. بر اساس حکم دادگاه محیدین نظروف رئیس اینوستلاتو به 19 سال و دو همکارش فرامرز نجاتوف و مکسیم پاپوویچ برای 22 سالی زندانی شدند. دادگاه به کارمندان دیگر اینوستلاتو از 6 تا 19 سالی حکم زندان صادر نمود. مسئولان اینوستلاتو 2 سال پیش در دوشنبه بازی بردناک لاتری معروف به بینگو 37 را تشکیل نموده بودند. میان افراد متهم 2 شهروند خارجی، یکی از چرنگاریا و دومی از سربیا نیز هستند. شهروند سربیا همراه با 2 کارمند اینوستلاتو در کافتوکاب جنایی هستند. در تاجیکستان طبق قانون تشکیل قمارخانه منع است، ولی بازی‌های لاتو که آن را ورزشی مینامند زیادند. در گذشته مقامات در 10 مرکز لاتو و بوکمیکری را برای قانون شکنی بسته بودند.